شما دو سوال گذارید پیش خود. یکمش شما از چی آزادید و برای چی آزاد هستید؟ یعنی مفهوم آزادی خود به خود باید در کانتکست مثلا یا کانتکست حقوقی فهمیده شود یا کانتکست فلسفی فهمیده شود یا کانتکست عمومی آنتروپولوژی و سوسیولوژی فهمیده شود که این مفهوم ها باز توضیح و شرح و دیدگاه های گوناگون چی در علم ها به خودش بیان می سازد. آزادی این مفهوم نسبی است. مثال اگر که در یگان ابراز اندیشه در یگان انتخابی یگان کار یگان چیز شاید من آزاد باشم، ولی باز از جامعه من نسبت به جامعه آزاد بودن نمیتونم، برای که هر چیزی که در این جامعه هست من هم عضو این جامعه هستم. می شود گاهی که من با این جامعه سازگار باشم، بنابر همین اندیشه جامعه مرا جلب میکند و در این سمت من میتوانم بگویم که من آزاد نیستم. توجیکستان آزادی به فکر من زیاده از یخل دولت‌های همسایه زیادتر است. شخصا گیرم دولت افغانستان آزادی اونجا کمتر است. دولت اسلامی افغانستان خیتای در آنجا هم آزادی از ما دیده کمتر است. برای فکر من در توجیکستان آزادی وجود دارد. هر یک شخص میتواند این رو حس کند. Естественно, мы свободно можем гулять, разговаривать на любых языках, мы можем учиться, ехать за границу. У нас столько возможностей здесь, естественно, здесь есть свобода. این با عقیده من تنقید نیست. وقتی که ما از مشکلات گپ میزنیم، وقتی که ما از یک مشکلات گپ میزنیم، مثلا از راه، مشکلاتی که در راه هست، مشکلاتی که صدمات راههایی که پرخطر است، مثلا وقتی ما از مشکلات حرف میزنیم، این تنقید است. من فکر میکنم که این آگاه کردن مسئولین است. شاید مسئولین از همه مشکلات آگاه نباشند و به واسطه ما، مثلا به واسطه ما روزنامه‌نگارا، به واسطه شبکه‌های اجتماعی، مسئولین همان نهادهای اساسی، نهادهای بالایی از مشکلات موجوده، از مشکلات جای داشته آگاه شده، سر راه مشکلات میشن و زود همون مشکلات برطرف میشن. ژورنالیست‌ها را برای چی محکم کردن، برای چی سبب اساسی با فکر شخصی عقیده ما ژورنالیست‌ها کجان در چیزای چقشیدن که در کارهای چقشیدن که او کارا لازم نبود. هم میلیون پراسموتر گرفتن. مثال شما این نهازی خانه خودتون ضرر دیدگی، شما خانه خودتون از سیونکا کرده میبرین، همسایتون در نشان میتین. آزادی به معنی آن نیست که تو اندیشه خود سر کسی دیگر بار کنی. تو در این اندیشه تو هست و تو میتوانی اندیشه خود برای خود استفاده بری، نه اندیشه خود به سر دیگر رو بار کنی. Критиковать я их не буду, потому что не вдумывался, не вчитывался в то, что происходило. И критиковать, кто это делал, тоже не буду, потому что я просто жил вне этого инфополя. مفهوم آزادی ما باید از مفهوم انارخیا فرق گذاریم. وقتی که انارخیا هست آزادی نیست، وقتی که آزادی است انارخیا وجود ندارد. یعنی این دو مفهوم همیشه ما باید چی مد نظر داشته باشیم که آزادی را ما از انارخیا فرق کنیم. والونتاریسم میگن در فلسفه که یعنی بین این دو چیز مفهوم ها فرق گذاشته شود در فهمیش هم اجتماعی، هم فلسفی، هم حقوقی. Можем дышать свободно, можем говорить свободно, ну и все в таком роде. Чудесная жизнь вокруг, все очень красиво, и поэтому вопросов вообще нет. И это действительно вызывает какой-то некий шок, потому что хочется что-то спросить, а нечего.